سلام به شما. امروز کنار هم هستیم تا نگاهی دقیق‌تر بندازیم به گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که جزئیات عملیات پیچیده اخیر اسرائیل علیه ایران رو شرح میدن. عملیات خرداد 1404 یا همون ژوئن 2025. سلام. بله، منابع متنوعی رو بررسی می‌کنیم. از رسانه‌های معتبر بین‌المللی مثل اکسیوس، گاردین، رویترز، نیویورک تایمز، BBC، CNN گرفته تا نشریات تخصصی دفاعی مثل دیفنس وان و تحلیل‌های اندیشکده‌هایی مثل مؤسسه مطالعات جنگ و آتلانتیک کانسل. دقیقاً. هدفمون اینه که با مرور این منابع بفهمیم این عملیات که ظاهراً اسمش شیر در حال برخاستن بوده چطور اجرا شده. درسته. میخوایم ببینیم این ترکیب جاسوسی، خرابکاری هم فیزیکی هم سایبری و حملات نظامی مستقیم چطور کنار هم قرار گرفته و عمل کرده. بسیار خوب. پس شروع کنیم. نکته اولی که واقعا توی این گزارش‌ها خیلی به چشم میاد، نقش فوق‌العاده پررنگ اطلاعات و جاسوسیه. بله، خیلی جالبه. منابع ادعا میکنن که حدود 40% از موفقیت این عملیات به خاطر نفوذ عمیق اطلاعاتی موساد بوده. این عدد خب خیلی بالاست. 40% یعنی بیشتر از عملیات‌های متعارف معمولی این سهم اطلاعات. دقیقاً. اهمیتش اینه که نشون میده بخش بزرگی از کار حتی قبل از اینکه اولین حمله نظامی شروع بشه انجام شده بوده. چجوری؟ یعنی این نفوذ چطور شکل گرفته؟ ببینید گزارش‌ها به 2 عنصر اصلی اشاره دارن. یکی استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها، شناسایی اهداف کلیدی. هوش مصنوعی؟ جدی؟ بله. و دومی که شاید کلاسیک‌تر باشه، فعال بودن حدود 30 تا 40 هسته جاسوسی محلی در داخل ایران. 30 تا 40 تا هسته محلی، این یعنی یک شبکه نسبتاً گسترده. اینا کارشون چی بوده دقیقاً؟ منابع توضیح میدن؟ جزئیات عملیاتی که خب معمولاً محرمانه است، اما تحلیل‌ها میگن هوش مصنوعی احتمالاً برای پردازش حجم عظیمی از داده‌ها، مثلا ارتباطات، برای شناسایی الگوهای رفتاری فرماندهان یا دانشمندان کلیدی استفاده شده. متوجهم. و هسته‌های محلی هم ظاهراً نقششون تایید اطلاعات، شناسایی دقیق میدانی اهداف و شاید حتی کمک‌های لوجستیکی به تیم‌های خرابکاری بوده. پس اینجوری تونستن فرماندهان ارشد سپاه یا دانشمندای هسته‌ای رو هدف قرار بدن؟ طبق این گزارش‌ها بله. این نفوذ عمیق امکان این هدفگیری دقیق رو فراهم کرده. خب این از 40% اطلاعات. حالا بریم سراغ بخش بعدی که میگن حدود 30% نقش داشته. خرابکاری فیزیکی. این چی بوده؟ این بخش هم خیلی حیاتی بوده ظاهراً. گزارش‌ها از عملیات‌های خرابکاری متعدد درست قبل از شروع حملات هوایی صحبت می‌کنن. هدفش چی بوده؟ هدف اصلی به نظر میرسه تضعیف توان دفاعی ایران بوده. مثلا غیر فعال کردن سیستم‌های پدافند هوایی یا از کار انداختن پرتابگرهای موشکی قبل از اینکه جنگنده‌ها برسن. چطور این کارو کردن؟ روش‌ها متنوع بوده ظاهراً. منابع به قاچاق پهپادهای انتحاری کوچیک به داخل ایران اشاره می‌کنن. و یه نکته خیلی جنجالی هم هست. چی؟ ادعای ایجاد یک پایگاه پهپادی مخفی در نزدیکی تهران. یک پایگاه مخفی نزدیک پایتخت؟ این ادعا خیلی بزرگه. شواهدی هم هست براش. ببینید، اینها گزارش‌های منابع خبری و اطلاعاتی عمدتاً غربی و اسرائیلیه. استنادشون معمولاً به اطلاعات طبقه بندی شده یا منابع ناشناسه. شواهد قطعی عمومی معمولاً منتشر نمیشه. پس بیشتر ادعاست که تکرار شده. بله. ولی تکرارش در منابع متعدد و استنادهای گاه و بیگاه به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای یا مقامات ناشناس باعث شده برجسته بشه. گزارش‌های تایید نشده‌ای هم از بمبگذاری‌های انتحاری تو تهران تو همون زمان هست که بعضیا به همین عملیات ربطش میدن. عجب. خب پس تا اینجا شد اطلاعات و خرابکاری فیزیکی. بعدش میرسیم به حملات سایبری که میگن حدود 10% نقش داشته. درسته.
حملات سایبری نقش مکمل و مختل کننده داشتند. بیشتر هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مثل سیستم‌های هشدار سریع، شبکه‌های راداری. یعنی برای کور کردن موقت دفاع ایران؟ دقیقاً. و حتی حمله به نهادهای مالی مثل بانک سپه و یه صرافی رمزارز به اسم نوبیتکس. بانک و صرافی چرا؟ خب، منابع غربی این حملات رو به گروهی به اسم شاهین شکارچی نسبت میدن که میگن به اسرائیل مرتبطه. هدفش میتونه هم ایجاد اختلال اقتصادی و روانی باشه، هم شاید جمع‌آوری اطلاعات مالی در مورد شبکه‌های خاص. احتمالاً هر دو. خب و در نهایت میرسیم به اون 20% آخر که حملات هوایی مستقیم بوده. بله، صدها جنگنده اسرائیلی طبق این گزارش‌ها ده‌ها هدف نظامی و مرتبط با برنامه هسته‌ای رو تو سراسر ایران زدن. چه اهدافی مثلا؟ پایگاه‌های موشکی توی کرمانشاه، شیراز، بیداکنه کرج، پیرانشهر، تبریز و تأسیسات هسته‌ای مثل نوتنز و اصفهان جزو اهداف اصلی بودن. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، این منابع دارن به ما میگن که موفقیت این 20% حملات هوایی به شدت وابسته بوده به اون 80% کارهای قبلی، یعنی اطلاعات، خرابکاری فیزیکی و سایبری؟ دقیقاً نکته همینه. ببینید تصاویر ماهواره‌ای که منتشر شده، مثلا توسط نیویورک تایمز یا BBC، تخریب قابل توجهی رو تو پایگاه‌های مثل کرمانشاه و بیداکنه نشون میده، یا آسیب به ورودی تونل‌های زیرزمینی تو پایگاه تبریز. خب تحلیل‌ها اینه که رسیدن به این سطح از دقت و تخریب بدون اینکه قبلاً پدافند و سیستم فرماندهی ایران تضعیف شده باشه خیلی سخت‌تر بود. پس این کل عملیات یه نمونه از چیزیه که بهش میگن جنگ هیبریدی مدرن. کاملاً، یعنی استفاده هماهنگ و یک پارچه از ابزارهای مختلف، نظامی و غیر نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، سایبری، خرابکاری، برای رسیدن به یه هدف استراتژیک. بسیار خوب. پس جمع‌بندی کنیم. چیزی که این مجموعه گزارش‌ها و تحلیل‌ها به ما نشون میده اینه که عملیات اسرائیل علیه ایران یه نمایش پیچیده از یک استراتژی ترکیدی و چند لایه بوده. بله، و نکته کلیدیش همون وابستگی شدید موفقیت فاز نظامی به فازهای غیر نظامی قبلیه. گزارش‌ها حتی اشاره می‌کنن به دستگیری 10 نفر تو ایران به اتهام جاسوسی بعد از این عملیات. که نشون دهنده عمق نفوذه. دقیقاً، و ایجاد یه فضای شبیه به پارانویا تو بعضی بخشای امنیتی. نتیجه‌ای هم که گزارش شده آسیب جدی به زیرساخت‌های نظامی و عقب افتادن برنامه هسته‌ای ایران برای چندین سال. هرچند خب ابعاد دقیق خسارت همیشه محل بحثه. و حالا یک نکته پایانی برای تأمل شما شنوندگان عزیز. با توجه به این گزارش‌ها در مورد تلفیق نفوذ اطلاعاتی عمیق با استفاده از هوش مصنوعی و عوامل محلی خرابکاری‌های پیچیده فیزیکی و سایبری و آماده‌سازی صحنه قبل از حملات نظامی کلاسیک، این استراتژی چه پیامی برای آینده درگیری‌های بین دولت‌ها داره؟ دقیقاً. آیا نشون میده که حتی کشورهایی با سیستم‌های دفاعی که به نظر خیلی مستحکم میان در برابر این نوع جدید از جنگ‌های ترکیبی، جنگ‌هایی که مرز بین صلح و جنگ رو خیلی کمرنگ میکنن، چقدر ممکنه آسیب پذیر باشن؟ این سوالیه که فکر میکنم ارزش فکر کردن داره.